چطور میتونیم در پروژه همستر روزانه بیشتر از 1,000,000 سکه ماین کنیم، اونم به صورت اتوماتیک و بدون ضربه زدن و صرف زمان؟ کافی از گزینه‌های پایین وارد بخش ماین بشید. 4 دسته‌بندی رو داریم که در هر دسته‌بندی یک سری پروژه ها رو به ما معرفی کرده. با پرداخت سکه به هر پروژه یک مقدار مشخصی سکه به صورت اتوماتیک در هر ساعت برای ما ماین میکنه. اگر دقت کنید من اکثر پروژه ها رو فعال کردم و تا لول 10 آپدیتشون کردم. هر پروژه چندین آپدیت داره که در هر لول شما مقدار مشخصی رو سکه پرداخت میکنید و در قبالش اتوماتیک خود ربات براتون سکه ماین میکنه. حالا ما نباید که بدون حساب کردن سکه پرداخت کنیم و فقط لول ها رو بالا ببریم. باید یه حساب ساده انجام بدیم. به چه شکلی؟ باید حساب کنیم که به صرفه باشه این سکه‌ای